چین بزرگترین تولید کننده گندم در جهان است. در سالهای اخیر، این کشور به طور متوسط بیش از 130 میلیون تن گندم تولید کرده است. این محصول نه تنها برای تأمین نیاز داخلی اهمیت دارد، بلکه به عنوان یکی از منابع اصلی صادرات نیز شناخته می شود. جالب است بدانید که گندم در مناطق مختلف چین، از شمال تا جنوب کشت می شود. در شمال، به دلیل آب و هوای سردتر، انواع خاصی از گندم تولید می شود که برای نانه‌ای با کیفیت بالا مناسب است. در حالی که در جنوب، گندم بیشتر به عنوان خوراک دام استفاده می شود. چین همچنین به تکنولوژی‌های نوین کشاورزی روی آورده است، از جمله استفاده از بذرهای اصلاح شده و روش‌های آبیاری پیشرفته. این تغییرات باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت محصول شده است. در نهایت، گندم نه تنها غذای اصلی مردم چین است، بلکه نمادی از فرهنگ و تاریخ این کشور نیز به شمار می‌رود.